حتما برات پیش اومده که آرزو کنی هر روز با یه پوست صاف و بی‌نقص از خواب بیدار بشی. اینجاست که کرم پودر دائم وارد میشه. ولی صبر کن، آیا این روش واقعا بی خطره؟ اصلا کرم پودر دائم چیه؟ یه تکنیک نیمه دائمی شبیه تتو صورت که با رنگ‌های مشابه رنگ پوست کار میشه. اما این تکنیک اصلا درمانی نیست. وقتی برای جلسه اول انجام میشه، کلاینت با یه پوست صاف و یک دست مواجه میشه، ولی به محض اینکه وارد محیط نور میشه، حتی نور هالوژن خونگی تشکیل هایپر پیگمنتیشن میده یا لک دائمی ایجاد میکنه. رنگ تزریق شده ممکنه بعد از مدتی خاکستری بشه و این رنگ ها چون درشت مولکولن مثل یه ماسک سطحی روی پوست باقی میمونن و باعث میشن که اکسیژن به لایه های زیرین پوست نرسه و باعث کاهش متابولیسم سلولی، روند پیری زودرس و بسته شدن منافذ میشه. اگر همچین تجربه‌ای داشتی برام کامنت کن.